سلام، خوش اومدید به کانال چمپیون مستر. امروز اومدیم اتک آف دانده 20 نفره. حالا چه فرقی با اتک آف دانده های قبلی داره؟ اتک آف دانده های قدیم یعنی قبلی ها توی سیزن قبل به صورتی بود که چیز میشد 10 نفر بودن جمع، یعنی کلن 10 نفر. و جالبه منم قبلا توی اون 10 نفر رو فقط میرفتم یه جا کمپ و شاتگانه کیاره میگیرم دست. کیاره واقعا قوی بود، شاتگانه عالی. آره یادش بخیر. با چی بردارم؟ با اون رو داریم سری گم شو اون بالا فقط چون تعداد کم بودن و اول کاری فقط یه نفر زامب میشده با گان آدم، یعنی بقیه رو میکشت. و ولی الان آقا یکی منی بیده فاما نزنه، من همینجوری دارم میدونم بدبخت شد. وای خودکش کرد. به اوه تو هم شدی. خب بی وای منو زد بیشتره. وای نه کجا بودی از من گناه دارم. کجا بودی پسرم؟ خب داشتم گفتم که قبلا هر گانی به نظر من خوب من برم یعنی این تیرشم کم بود خوب. ولی الان بکنم. چون تعدادی و 20 نفر یعنی 19 نفر حد اکثر میشن، بهتره یه LMG بگید دستتون یا یه گانی که تیراش زیاد باشه، بهترین استفاده ممکنه با تبر خوب. و این که سعی کنید گانتون رو یعنی موومنتش بالا بزنید، چون باعث میشه که سریعتر حرکت کنید. هرچی سریعتر حرکت کنید راحت‌تر از دست اینا فرار میکنید. چه میکنه این بازیکن با تبر میکنم گوشی پسرم. مردم پسرم. بیا حسین نکم مردی که پسر رو این دمش خوردم و با تبر حواسم پرت شد، یعنی با مین حواسم پرت شد، با تبر مردم. اینم مرد که تشکر از دوستان عزیز. بچه‌ها بچه‌ها حمله کنین، 2 نفر فقط. مپ‌های بزرگ بهتره که یه LMG به نظر من دستتون بگیری یا یه گانی که تیراش خیلی زیاد باشه و ریلود سریع داشته باشه، همینطور موومنت سریع. چاپر و LMG انتخاب خوبیه، RPG هم انتخاب خوبیه. اوه کاشکی رفته باشه اون بالا. این نرفته اون بالا بابا، یه نفرم اون بالا نرفته. تو کجاست؟ کوشی یا پسرم 5 دقیقه وقت مونده. بایی که نمیتونه 5 دقیقه اون طرف داره کیل میکنه. آره دیدم همون جایی که طرفداری میکنی. من خواستم بیام بکنم یکی کردش. چه مچ راحتی. به خیلی زیبا بود، خیلی. این اکثرا LMG برمیدارن، مثلا این چاپر گل داره و خیلی جالب جالب. خب مچ بعدی نبود، رو تموم شد، ولی برای نمون که ویدیو تماشا کردید تا ویدیو بعدی.